سادگیش از تکنوسکی هاست. تکنوسکی های رضا عباسی دوره صفویه قرن 11 هجری قمری. دایره‌ای که آوردم وسط برگرفته از علم ریاضی که قرن‌های 14-15 توسط یک ریاضیدان اروپایی به دست آورد به نام توپولوژی. یک دایره هست که ما اونو اگه نوار نازک به هم وصل کنیم ارزی یک برش کوچیک بهش بدیم باعث میشه اون بشه دو تا دایره و شکل مختلف به دست بیاره. این دایره که استفاده کردن برگرفته از این که ذهن درگیر این دایره بشه و در ذهنش مثل مدیتیشن دایره رو در شکل مختلف ببینه، در سایزهای مختلف. و رنگ آبی که زدم، فضای سبزی که کنارش اومده برگرفته از اندرونی‌های دوره قاجار، خونه‌های دوره قاجاره و این از سه چیز مختلف من ایده گرفتم: قاجاری، صفویه و علم ریاضی. و سبک من اینطوریه، توری محوره، یعنی من توری رو مطالعه میکنم، یک چکیدی آبستری از اون در میارم و روی بور به صورت نقاشی فرستادش میکنم. امیدوارم در نمایشگاه‌های بعدی که توسط خانه هنر دلفکران برگزار میشه باز با شما رو ببینم و کار بعدی رو براتون توضیح بدم. و کاراتون این کارا کلا فروشیه؟ بله فروشیه. فروش هم رفته یا نه؟ من در جریان تعداد دقیق نیستم ولی احتمالاً فروش رفته، 100% بیست فروش رفته. چون سالن اونور هم دیدم 2 تا فقط. بله. سالن اونور هنرهای پیشکسوت معاصر، یعنی به نام ما تازه متولد شدیم، یعنی نوظهور.